اصلا تولد من سال 1946 در دهه توگرک کلخوز تامینی ناحیه واسه انا امروزه واسه اول بود کلخوز آباد بعد بود عرل بعد شد واسه من در همونجا تولد شدم از والدینم پدر مادر اینا دهقان بودن تا سنی 13 سالگی من در همونجا زندگی کردم در ناحیه واسه بعد ایلیچ ده هم زندگی کردگی هستم قشلاق دهه ایلیچ از همونجا بعد سالی همه از دوره جوانی من کم کم همه صنعت را دل دادگی بودم میخوندم آسته آسته خطی خدا رحمتی برادرم میخوندیم بعد همینجا ما را کورجا که حواسکاری را گرفتن برادرها این گپی دروغ نیست من از دوره جوانی میدکیم آشی نخور آشی حلال میگفتن یک وقت آشی حلال من آشی حلال جمع کرده خوردگیم این یعنی من پگاهی میخستم پدر مادر میخزدن ما را ما پادوانی میرفتیم مردم خلق پادشه گاو و مالش میبردیم تا بگهیره تا شما میچروندیم میآوردیم با خونهاشون میسپردیم و بعد اهای خونه یکیش تخم میتید بگهی یکیش یک کلوله چای میتید یکیش یک ناله نان میتید یکیش با اگر نیچه ما کدوچه داشتیم کدوچه آبخرک میگن که برادرها میدونه نه انمورا جرغاد میدادن در همون میدادن یا قروتمون میدادن آشی حلال میگرفتیم با خونه رو میبردیم من نانی حلال خورده آمدم تا اون وقت پدر مادرم هم همین خیلی نانی حلال از دست ما گرفته خوردگی برای که ما اول ما همین خیلی نانی حلال داده بودن ما چی بود آخی بزرگی وطنی بود آخی بعد جنگای 42 ما که 59 60 هیچی سالی نیست که این قدر برقرار نمیشه که دولت آقی جاش نمیگیرد که انا بعد یک چیزی خدا شد ما از اونجا اومدیم بعد 13 سالگیم در رفتیم در چی وقتی که من صنعتکار شدم میخوندم من قبول کردم رفتیم 59 سال انا من حاضر میگم که کی بود قطعی من وقتی رفتیم من جوان بچه 13 ساله بودم قاسم هاشم پدری استاد آدینه هاشم قاسم هاشم بود بابای آدینه هاشم بود استاد خب کی بود فتحالله خواجه‌یف رجک نواز خال محمد شیر مومین آبادی میدونه نه خال محمد شیر او دایره چی بود حافظ نبود خب انا کی بود با وای کی انور برات حجوی میخوند وای چی نمیخوند بعد همون جا رفتیم خیلی برآمد کردیم حال از همون من چی دارم همون وزیری همون سالینه خیلی گراموتای فخری دارم سالی 59 یا 60 دارم من میره اوز خیلی گشتیم اومدیم که خیلی پدر مادر والدینم مصلحت کردن دیدیم که خیلی زندگی بسیار سخت خیلی کلانترن پدر مادر چیزی که میگه ما همون در اطاعت میکنیم خستیم کوچ بستیم ناحیه زرکمر میگن کراوباد میگن او را اول بعد پنشید با اونجا را کوچ بستیم خیلی رفتیم اونجا پدر مادر از دنیا گذشتن ما صغیره موندیم بی صاحب موندیم باور کنین خیلی در بدل خانه همین نان باور کنین من برای یک نان نان گاوی مردم من میبردم میچروندم اینا نان چیزی قطعی قسمتیه
بسیار سختی را دیدیم، عذاب کشیدیم. بعد همینجا من که حافظی میکردم، همون کوچه میگشتم، همین با گوش سیم رایکومی 5 کیلوآباد رسید. و یه روز اومد عبدالله نظریویچ میگفتن سیم رایکوم اومد گفت ای بچه تو میگم باید میگوی حافظی مینی؟ بعد گفتم که خیمو هم گولک موقعی چی؟ گفتم حافظی مینم رنگی همونو نیرو خیلی هم لحجه همونو خطی گفت دادم. بعد گفت که حافظی که حافظی که هم همو گیو که چی همو خطی در چی را سال значит уже 61 شیده حساب بود. پاولوس بود که پاولوسی که سامالیات از ترکیه پرواز کرد، جای خود را در پاکستان ساز کرد. او داشت به خود اپارات های چنین میکشید پایگری های سرزمین. من بینید همه را میخوندم. خیلی آواز او وقتی من اینجا میدونم آواز شیرین داشتم نداشتم و یادم معقول شد. من اوجه سینی 15 ساله شدم. 15 ساله شدم. گفت همه روی راست گشت گفت که این صغیره را گفت برای گفت دوم کلتورا را گفت کارش بتیم. با مرا بردن در سال 62 سال بردن در سلسویت عرب مدیر کلوب موندن. اینا با 15 سالگیم دکی من یک صغیره یا شکل بودم. 35 سوم آیلک میدادن. 35 سوم اینا یوش هم در یاد من همش. من همون خطی روزگار را میبردم. روزگاری زندگی همون خیلی منم شکرانه خدا اکا و دادر داشتم و خواهر داشتم و خیلی اکا پدر مادر که گذشتگی باشم و یاده نان آب دادن در کار. خیلی با میرفتیم پخته و چابق میکردیم مهنت میکردیم، مهنتی حلال میکردیم. انا سرشوی هنرمندی من از سال 62 بعد تمام سر شد. انا بعد دوام دادیم، صنعت سر شد، هنری ما سر شد از سال 62. نیکی من رحمتی کلان و همون آدمایی که من یاردم کردن دستگیری کردن، هزار تشکر به اونا و یا گذشته شده باشنم من دایم در حق ارواحای و یا دعا میکنم. خدا رحمتی وای کلان میگم، اونا وای کلان میگن، پدری کلان وای کلان میگن. خدا رحمتی کبوت سیفالدین، خدا رحمتی طاهری سفرخوجه، خدا رحمتی حسنوف، خدا رحمتی عبدالله نظریویچ که یا چیش نه کمانده چیش میگن حاضر گویا که مرا دستگیری کردن آخه همین ها گویا که اول پیشبری کردن در آخه مرا همین بچه همین دلی من نشکستن، مرا دل برداری کردن. باور کنین همین اینجا با هست انا امام مشرب و من تقویش میگفتم ای مدنیت باید تقویم بود. ما هم تقوی میگفتیم. همینا همشون مرا دستگیری کرده گیرن که همین بچه را نگاه کنین، نگاه و بین کنین. من دستگیری کنین، باور کنین من یکون بعد همی هنرمندی شدن چیه من عذاب خالی شدم. باور کنین یاردم میکردن، یاردم میدادن و یک خیل وقت یکی برادرها خیلی که قرض میکنه که یک خیل وقت بعد همون طاهری سفرخوجه رئیس محمود خدا رحمتش کنه بعد من میگم چی با جیگا تا دختگیم. بعد من میگوشم که هیچی رئیس در کیسه چون نداری، انا گوات که ندارن یا در خونت گوشت آرد نداری.
با کجا رمی تو دوشنبی رفتنی شنیدم که با دوشنبی رمی ها دیگه میخندیدم میگفتم که رئیسی جو این مردم با کی رو میپرتوی میرای اینه ایتا میگفتم همین تا 37 سال من خطی همون مردم ایستادم و خدمت کردم با هم مردم بعد اینا با خدای تعالی که راضی شد و با این کارو ایتالی شدن و بعد اینا با این چی زندگیه آخی بچه ها با خستم با آوردم با اینجا رو آوردنم اینا توها زیده من برای خلق خدمت کردیم کدام سالا را در او جودین؟ خیلی اگر 59 رفتگی باشم اگر تا 93 را در همون جا بودم من تا 93 را 95 خطی محبت شو بعد این دودارم خطی شناس شدم این 95 این چند سال شد این خطی خدد 95 سال اینه 30 چند سال شد در اونجا اینه 59 69 79 89 90 اینه سال نه خیلی 37 سال بگیم همون گفتگیم ها بچه خطی همون مردم بودم ما برای ما همه یگه شما را کیو واردی جا؟ کجا؟ شنبه این تقدیر آورد تقدیر نصیب به دست خیلی فیرادم کردن گفتن که پرده قاسم اونجا جایتی نیست شبا گفتم برای چی؟ اونجا پروینسیای تبیا ایجا برآمد که این ما پروینسیا را نمیدونستم چیه پروینسیا این پروینسیاش قشلاق دادم رایونا پروینسیا میگفتم دادن خیلی آدمای دیهاتی ما اینجا میدونیم بعد خیلی آوردن در همینجا یا سالی چند بود بعد ما راست دیگر خدا رحمتی کی دعوتم کرد نمیدون 94 بود من فکرم کی شریپوف کی؟ حامدین با همونجا خیلی خوندم با یکی خیلی مردکی کلام خیست دوکی را میشناسی من خط هم یک چیزی دیگه پشتهی در صحنه بعد هم مردم گشت گفت که همین را میشناسین گفت همه مردم خیلی خفن و خیلی جو گرد نمیزنن وقتی که کلام گردن گویی پرده قاسم میگن گفت پرده قاسم تا ایام امروز امارات گفت در همین مرکز نیستی تمامی جا نمیره حق میلتم دعا میکنم که مرا تو همین روزه همشون دستگیری میکنن این حاضرم تو حتی همه مرده خودش گفت که تو هستی در بدن جان داری میره در خدمت میکنی هم کار میکنی من کار کرده اومده شدم حاضرم در خدمتی ملت همین مردک شما را یکم بار کی مکافات دادن باری اول در سین چند سالگی مکافات آخه نمیدونم همین ارتیست خدمت نشون بوده رسپوبلیکا من در دوره شوروی گرفتم دوره شوروی در گرفتگیم بعد سال 86 نشان فخری SSSR را دادنم باور کنی بعد اینجا که امامو برآمد که کردم خیلی با مقبولی با مردم بعد این مرد این راهبر جمهور دستگیریم کرد شکرانه خدا هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستانم دادن این دیگه زیاد می شود که من صنف 4 خواندگیم تمام الله اکبر من یگان جور خواندگی نیستم من نمیدونم که داره می فصالی هستیدا در کجا می نویسه من نمیدونم میره این الله میدونه اونا مردک ثوابگار انمون راهبر جمهوره دیگه هیچ من شکرانه خدا و ملتم همین راهبر جمهور میکنم من دیگه هیچی در کار نیست چند دولت رفتین؟ یکم 81 در ازبکستان بودم در 82 در کرملوسک دوريц بودم 84 در افغانستان بودم خب 85 در اسپانیا بودم 86 در یمن بودم این تمام در دوره شوروی همین خجورا گشتم
میدونم از یپون سر کردم تا خیتایا همه جورا گشتم با شرافتی راهبری همین راهبری جمهور امام علی رحمان دولت های افغانستان دا بدم اسپانیا دا بدم یمن دا بدم مصر دا بدم ایران دا بدم دبی دا بدم ژاپن دا بدم قطر دا بدم بحرین دا بدم خیتای دا بدم خواهی که کرملوسکی دورت در نزدیک اندروپ بدم همه جا دا بدم من سفر هنری ازبکستان ما سال 1981 با گروپی با راهبری استاد حافظ خلقی استاد آدینه هاشم در ولایت از تاشکند سر کردیم تاشکند ولایت اندیجان ولایت نمنگان ولایت فرغانه چوست شاهی مردان بودم من همین را نقل کنم شما دا ولی میگن که برای هنرمند اصیل برای هنرمند باید مرز نیست مرز ندارد باور کنین من همون مرده که در همونجا دیدم بعد آمد گفت که قاسم با نکنی که در همینجا ازبکی بخونی باور کنین هم خیلی گفت من گفتم که استاد من یکم برش شنیده که من ازبکی خوندم گفت نه گفت یکی گفت اینجا گفت باید که ما بچه یوش بدیم اوخی 81 سال گفت اینجا باید ما تاجیکستانی خودمون معرفی کنیم من گفتم که گپ نیست هنرمندان میخوندن سعادت عمر و بابا جان شمسی و خدا رحمتی و بعد من میخوندم بعد بابای آدینه میخوند من پرید پس لید میخوندم کی راهبری گروپ همون راز احمدونه سیم ابکمی سابق قرغان تپه ولایت قرغان تپه بود که آخیر او وقتا 81 بعد رفتیم باور کنی خوندیم همونجا من همین بابای آدینه را گفتنیم ده نباشه اونجا همش ازبک زبانه نه هست تاجیک زبانمو آدینه هاشم کی ما ایکشو میدونم که آدینه هاشم چخیل ایو قبول میکنن باور کنین آدینه هاشم که آواز برورد مردم از جاش خیستن باور کنین خیلی ما را چنی وای نیمون ایوای پستر ما را هم قبولی سخت کردن باور کنین من همونجا بگوتم پروردگار مرا هم یک کس نام مرا رنگ آدینه هاشم میگرفت بشیانی باور کنین همین گپا من اینا 2 بار گفتم 81 61 سال در خوالینگ گفتگیم همین گپا 61 سال دیم بار 81 سال در ازبکستان که اینا الله ببین که خدا منانی با 2 کس میشناسد نه در دوره استقلالیت با تشبس همین حضرت شاه امام علی رحمان من بدم در مملکت های یپان خیتای دا بدم بحرین دا بدم قطر دا بدم قزاقستان دا بدم مسکو دا بدم همه جا دا بدم همش با تشبسی حضرت شاه جناب